با سلام خدمت تمام شطرنج دوستان عزیز کشورمون ایران و تمام فارسی زبانای دنیا. امروز یه اتفاق خیلی عجیب غریبی تو دنیای شطرنج افتاده. اونم اینه که مگنوس کارلسن بزرگ امروز یه بازی رو باخته که تا حالا سابقه نداشته به این سبک ببازه و به خاطر همین موضوع هم الان ساعت چنده؟ تالاشو 12 و 11 دقیقه شب. من بیمارستان شیفت بودم، امیر محمد هم از تهران اومده سر کار بوده. جمع شدیم هر جوری که هست این ریکورد رو ضبط بکنیم، این ویدیو رو. و خیلی هم بازی قشنگی شده بود. منم سلام میکنم. بازی مگنس کارلسن که مگنس میبازه تو این بازی و اولین ویدیو یوتیوبمون هم هست. هم توپق میزنیم، هم بلد نیستیم، هم لوکیشنمونه. بریم ببینیم ان شاءالله مثلا صدمیش چجوریه. حمایت کنید و دیگه بیجامه رو کندیم، لباس پوشیدیم که یه ویدیو مشی تحویل بدیم. خب بریم دیگه سر اصل مطلب. این نباید اینجا باشه. آره D4. خب بازی با D4 شروع میشه. مگنوس کارلسن اینجا مهرهای سیاهو داره. حریفش ریتینگش هولوش 2550، تقریبا 300 تا اختلاف ریتینگ داره. یه خودم ناشناخته بود، من تا الان ندیده بودمش. تازه امسال استاد بزرگ شده. امسال استاد بزرگ شده، سنش هم پایینه، اما نشون داد واقعا آماده است. دیگه کاراشو کرد با این بازیش دیگه. فکر کنم خیلی صدا کنه. بعد از 3-4 اینجا کارلسن E6 انجام میده. نیمزو. آره نشون میده شاید بخواد بره توی دفاع نیمزو اینا. شاید هم D5 کنه. آره معلوم نیست. ولی اینجا سفید اسب F3 بازی میکنه. امیر محمد کلا به این ستاپ میگن ستاپ کانتر نیمزو. بچه‌ها برای اینکه بیشتر بدونن وقتی که اسب میاد تو 3-3 اینجا، وقتی اسب میاد تو 3-3 امکانات فیل B4 و اینا وارد دفاع نیمزو میشه که خودش یه داستان جدایی و هرچند که اونم شروع بازی قابل قبولیه بازی میشه. سفید دوست نداشته تو نیمزو بره. آره دوست نداشته، ترجیحش این بوده که اسب F3 بازی بکنه. حالا اینجا کارلسن یه دونه انتخاب دست سوم. آره تو سطح یک زیاد بازی نمیشه هندی وزیر. چرا؟ چون جدیدن آلفا زیرو یه سری لاینایی رو نشون داده که عملا توی سطح بالا خیلی بازی نمیشه. B6 آره B6 انجام میده. حالا شاید به خاطر اون اختلاف ریتینگ به نظر تو چی بود؟ شاید می‌خواسته سورپرایزش کنه. همیشه سورپرایز میکنه دیگه، نمیره تو لاین اصلی. آره می‌خواسته یه دونه حرکت حتی درجه 2، حتی حرکت ضعیف‌تر از این انجام داده. مخصوصا هم کسی رو می‌بینه که 2500 تازه استاد بزرگ شده و شناخته شده نیست. من فکر نمی‌کنم مگنس این بازی جدی گرفته. آره احتمالاً یکی از دلایلش این باشه. ولی خب میخواد بره توی یه لاینایی که حریفش رو سورپرایز کنه. حتما هدفش اینه. خب بعد از B6 اینجا لاین جالبی رو سفید انتخاب میکنه. A3 حرکت مورد علاقه کاسپاروف هم هست. حالا یه خورده تو راجع به این حرکت بگم. یه خوردم حس میکنم جزء مین لاین هست. این لاینی که زیاد بازی میشه. آره. به قول تو جلوی فیل B4 رو میگیره و بعدن هم گفتی امکانات B4 رو میده فکر کنم. آره امکانات B4 بعدن تو همین بازی هم این اتفاق میفته، کسب فضا میکنه و تو این بازی حالا یه خورده فکر کنم بعد نشون هم بدیم B4 مثلا یه نفر خونه ها رو نمیدونه. آره حرکت B4 به این شکل، خونه B4 هم که اینجاست. خب اینجا کارلسن فیل A6 میکنه. حالا به پیاده 3-4 مستقیما حمله میکنه. نکته‌ای که هست فیل A6 یه حرکتیه که یه مقدار مزاحمت واسه سفید ایجاد میکنه. از چه نظر؟ شاید سفید بخواد مثلا ستابای J3 و فیل J2 اینا بازی بکنه. الان با این حرکت مستقیما فشار میاره به پیاده 3-4. حالا باید ریاکشن نشون بده. دو تا راه منطقی بیشتر اینجا تو این پوزیشن وجود نداره. یک E3 با فیل دفاع بکنه. دو وزیر C2 که حریف کارلسن وزیر C2 انجام میده. حالا جالبه کارلسن حرکت فیل B7 رو انجام میده. خیلی جالبه. به ظاهر انگار که یه تمپو از دست داده ولی پشتش منطقی هست و علتی وجود داره. کارلسن میخواد تو این بازی 3-5 رو انجام بده. تو لحظه قبلی، حرکت قبلی، وزیر سفید توی خونه D1 بوده. سفید دوست داره 3-5 رو در صورت امکان با D5 جواب بده، فضا بگیره، قطر فیل رو ببنده.
ولی الان نمیتونه. الان دیگه نمیتونه. الان همونطور که می‌بینیم بعد از اسب 3-3 دیگه وزیر تو خونه D1 نیست که بخواد کارسن 3-5 میکنه اینجا. دیگه الان امکانات D5 وجود نداره. پس علت فیل A6 دوباره فیل به 7 اینه. اینجا در حقیقت تمپ از دست نداده. بله. پوزیشن تغییر کرده. خب اینجا حرکت حریفش E4 یه کنترل منطقی رو کامل رو مرکز داره. حالا تو نظرت چیه راجع به این مرکز؟ بله دیگه E3 داره، E4 هم داشت. E4 D5 رو سفت‌تر کنترل می‌کنه نه؟ دقیقاً. چون الان سیاه برای اینکه آزاد بشه از این وضعیت، چون یه مقدار الان می‌بینیم که در ادامه هم نیروهاش فشرده میشن. فرصت هجوم هم میده دیگه. E4 E5 میتونی بکنی. آره. بازی رو به جلوی خوبیه. آره بازی رو به جلوی. و همین نشون میده که حریف کارسن هم خیلی تحت تاثیر کارسن قرار نگرفته. داره بازی خودش میکنه. آره. خب اینجا کارسن پیاده D4 رو میزنه، با پس میگیره اسب در D4 و فیل C5 به اسب حمله میکنه. اسب رو برمیگردونه حریفش. در این لحظه اسب C6. خب الان هارمونی خوبی داره تو این لحظه. راستی اینجا قبل از اسب C6 اسب J4 چی میشه؟ چیکار میکنی تو؟ اسب J4 اسب D1 باید کنه؟ الان بزنم راستی. خب اسب J4 اگر بشه احتمالاً با اسب D1 و بعدش H3 جواب میده دیگه، چون اسب رو باید ورداری اونجا. آره. شما بگید تو کامنت ها بذارین که من خب. کامنت میگیرم. خب تو لحظه احتمالاً بعد ولی بررسی بشه. ولی قطعا حالا اسب D1 چیزی میکنه. آره. خب اینجور حرکت هم یه مقدار با پرنسیپل شطرنج موافق نیستی. مثلا بخواد با یه سوار 2 بار بازی بکنه در شرایطی که گسترش چنان تکمیل نشده. پس اونو چی میگی که اول بازی فیلشو میذاره آشیش برمیگردونه؟ آره دیگه. قوانین آره قوانینیه که همیشه ثابت نیست، که همیشه استثنایی وجود داره. این در واقع این قوانین ما ساختیم که یه مقدار آسان‌ترش کنیم. بفهمیم شطرنج خیلی سخته. وگرنه تو خیلی از شروع بازی‌ها با یه سوارم چندین بار بازی میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. تئوری مدرن دیگه اینا رو قبول نداره. ولی خب برای کسایی که نوآموزن بهتره که اینطوری یاد بگیرن، تو مرحله شروع بازی سعی بکنن با سواراشون یه بار بازی بکنن، سریع گسترششون تکمیل بدن، اینجوری کمتر به درد سر میفتن. ولی به عنوان یه قانون محض بهش نگاه نکنید. همیشه ذهن انعطاف پذیری باشه. خب اینجا بعد از اسب C6 B4 همونطور که صحبت کردیم اینجا اتفاق میفته. تمپی که گرفته بود از این اسب در واقع سفید پس میگیره. اینجا مجبور ریاکشن بده. B4 بهترین حرکت این وضعیت. فیل برمیگرده توی هفت. اگه اشتباه نکنم به این ساختار با سیاه، اگه سیاه همین الان D6 و A6 هم بکنه میگن جوجه تیغیه. آره ساختارش. و جوجه تیغی که اسب معمولا جاش به جای C6 تو D7 درست. دقیقاً آره دقیقاً همینطوریه. خب بعد از فیلی 7 حریفش فیل B2 میکنه. فیلو میذاره توی قطر بزرگ. اینجا خیلی جذابه. من خودم خیلی دوست دارم فیلمو فیانکتو کنم. توی قطر بزرگ میذاره. آره پتانسیل زیادی داره فیل توی قطر بزرگ. اژدهاست. آره اینجا کارسن یه حرکت جالب میکنه. اینجا D6 قبلا بازی شده امیر محمد. ولی خوب نبوده. نه به عنوان بازی بوده. کارسن وزیر به 8 میکنه. اینجا ما دو حرکت 11 یه بازی کاملا جدید داریم. این بازی قبلا انجام نشد. با حرکت وزیر به نظر پشت میز در آورده اینو یا تو تدارک‌های خانگیش به این داستان به نظر من پشت میز بوده، چون اگه تدارک خونگی بود به اینجا نمیرفت کارسن. آره بعد اینجا حرکت رخته یک رو انجام میده. خیلی جالبه. یا توی ستون نیمه باز میزنه. رخته یک به نظر من خیلی جالب. مثلا اولین حرکتی که خیلی منطقی به نظر میرسه فیل E2 سریع بخوایم گسترش رو تکمیل کنیم و قلعه بریم. اما با توجه به قرارگیری سوارای سیاه میبینیم که خیلی خطری واسه ما ندارن. سفید یه تصمیم منطقی میگیره، سعی میکنه اول رخ رو میاره، عجله‌ای نداره واسه قلعه رفتن چون تهدیدی نداره سیاه. پوزیشن سیاه غیر فعال توی این لحظه. آره. اول رخو میاره تو D1. رخ D1 خیلی هم ستون نیمه بازه، همین که از D5 بعدی جلوگیری میکنه تا حد زیادی. سیاه دوست داره تو شرایط ایدئال D5 بکنه
ببخشید. بعد بعد از رخ یک قلعه میره، فیل ایدو و D6 اینجا اتفاق میفته. ببینیم سیاه دوست داره D5 کنه ولی امکانش وجود نداره، مجبوره با D6 ادامه بده. بعد از D6 سفید قلعه میره. یه لحظه امیر، من اینجا حس میکنم که تازه داره شطرنج شروع میشه. چیدن اون چیزی که تا به الان به صورت اتوماتیک رفتن و حفظیات و معلومه که باید چیکار کنه رفته، حالا اینجا طرح ریختنا شروع میشه. آره دیگه، چون واقعا لحظه خیلی مهمه که رخ بیاد 3-8 بره D8. آره اینجا خیلی مثلا رخ D8 شاید منطقی تر به نظر برسه، ولی رخ C8 هم منطقی خودشه. رخ C8 هم جالبه، میاد میذاره تو. حالا اینجا تصمیم گیری واقعا دیگه داره. آره دیگه شطرنج داره شروع میشه. آره چون واقعا وقتی یه دونه ما انتخاب داریم معمولا انتخاب درست انجام میدیم، ولی انتخابای خوبمون زیاد میشه تازه اشتباهاتمون شروع میشه. خب اینجا بعد از قلعه کارسن تصمیم میگیره رخو بذاره تو 3-8 لاین میکنه با وزیر. اینجا اگر یه چیز این لاینا، این پیاده ها، این بریکا انجام بشه، این فایلا باز بشه، امکانات تاکتیکی داره این رخ. دقیقاً. حالا یه ایده بزنم، رسید سفر رو وسط به 2 نیم تقسیم کن با یه فلشی چیزی. آره میبینی تجمع مهره های سیاه همه این وره سمت جناب وزیری و اون ور خلوت‌تره. یه جور شاهش انگار رها کرد. شاهش رو رها کرد. خودش هم میفهمه که بعد اون طرف فیلفش رو بازی میکنه. آره. میبینی تجمع سنگینی میکنه این وره. آره. از این طرف مهره‌های سفید توازن جالبی دارن. آره. ممکنه خیلی زود مثلا الان این وزیره رو نگاه کن. این وزیره رو نگاه کن. آره. فیله رو نگاه کن. آره. اسب رو نگاه کن. خیلی پتانسیل دسترسیش به شاه خوبه. آره. انگار تو یه قدمیه. میخواد شاه سیاه رو بگیره. خب جنگ میخواد شروع شه. خب رخ F1 رخ F1 این توپخانه‌ها داره. آره خیلی جالب سفید بازی میکنه. اصلا عجله‌ای نداره. خیلی قشنگ داره ذره پوزیشنش از نظر من بهتر میکنه. هیچ عجله‌ای هم نداره. هیچ ترسی هم نداره. این میتونه خیلی آموزنده باشه. آره واقعا. صبر کن. حریف مهم نیست. گسترش بده. آره. بعد از رخ E1 فیل F8 بازی میشه. خب همون طریقی که تو اشاره کردی. و سیاه چقدر فضاش کمه، کارش سخت‌تره. آره. الان مثلا این رخه رو میخواد چیکار کنه؟ آره. چجوری میتونی حل کنی؟ دقیقاً ضعف خوبی اشاره کردی. اون تو بازی نیست انگار. آره. بعد از فیل F8 فیل F1 بازی میشه. این این حرکت فیل من خیلی دوست دارم. میکشی عقب. برگشته سر جای اولش. خب بعد مسیر رو باز کرده. آره رخ. واسه رخ و منتظر تو لحظه مناسب برسه بیاد تو بازی. بیاد کارشو. آره. فیل آره. این حرکت خیلی جالب بود. خب فیل F1 اسب E7. اینجا نه هنوز نرسید. کارسن میخواد همین چیزی که بهش اشاره کردیم، چون بازیکن بزرگی مثل کارسن کلا بازیکن بزرگ میگن یه حسی دارن به اسم احساس خطر میکنن قبل از اینکه اتفاق بیفته. اینجا انگار کارسن این حس رو کرده امیر محمد. داره بالاخره یه سری از نیروها رو الان طرح فیلفش این بود که اسو بذاره اینجا بیاد تو G6 یه خورده حفاظت از شاهشو قوی‌تر بکنه. ولی خب یه نکته جالبی هم که به ذهنم میرسه اینه که توی این ساختارا دیگه موز کار نمیکنه. اونو میدی؟ بفهم. توی این ساختارا همیشه جوجه تیغی که مرسومه آشیش انجام میشه دیگه. این حرکت آشیش پیاده میاد که اسب بعدا نتونه بیاد تو این خونه. ولی الان فقدان آشیش میبینیم که چجوری آسیب زد که اینجا الان سفید از B5 میکنه و میاد استفاده میکنه. آره اینم نکته. همیشه این B5 یه سوراخ مهمیه برای اسب تو این ساختارا. به موقع از میاد. علت اون ساختار پیاده تو جوجه تیغی هم اینجا مشخصه. B5 نقطه مهم. خب اسب B5 به پیاده D6 حمله میکنه. چجوری دفاع کنیم؟ اینجا یه لحظه سرنوشت سازه. اینجاست که مگنس میبازه. این تو این لحظه است که میبازه. آره دیگه دقیقاً اینجا. حالا شاید به خاطر این بوده که میترسیده بعد از اسب G6 که حرکتی که باید انجام میشد سفید ممکنه اسب رو بزنه و پیاده رو دوب کنه، ولی در واقع
سیاه اینجا یه پوزیشن کاملا قابل بازی داره، در ازای این پیاده‌های دو فیل داره. مگنس از زدن این میترسید که شاهش خراب شه یا از E5 میترسید که نه E5 که نداره E5 آره E5 آره یا چی؟ نه آره دیگه این بوده علت این که احتمالاً نرفته این بوده. حالا شاید فکر می‌کرده این ساختار خوب نیست. این ساختار خوب نیست. قیافش هم بده دیگه. اینجا همین جوریش غیر فعال و کرمپ هست. همه چی پیچیده تو هم تو پوزیشن سفید سیاه. حالا میاد اسبم میذاره تو E8 اینطوری دفاع میکنه. اصلا یه جورایی مشکوکه این پوزیشن. خیلی غیر فعال. کارسن خطر این ماجرا رو هنوز جدی نگرفته. شاید هم حریفش جدی نگرفته. یا حریفش جدی نگرفته. اینجا حریفش اسب J5 میکنه. خب شروع. حالا چه اتفاقی افتاده؟ واقعا این بازی قشنگه. به ظاهر انگار اتفاق خاصی نیفتاده ولی شاید باورت نشه همین الان پوزیشن که مگنس کارلسن بازنده است. تموم یعنی باخت. اینجا نظر انجینا بازنده است. از الان به بعد یکی. ولی خب به همین سادگی هم نیست. بازی جریان داره. میبینیم که حریفش خیلی استوار و ثابت قدم تک تک حرکاتو داره پیدا میکنه بعد از این که یه جوری کارسن هم شاکی شده بود که به ساعتش آره کارسن شاکی شده بود و گفته که این ساعتی که دستش بوده من شک دارم بهش و حالا یه داستانایی پیش اومده داور خیلی دقیق بازی میکنه ادامهشو بریم ببینیم. داور گفته حالا تو آنالوگ بوده ولی خب حالا به هر حال ببینیم چیکار کرد. اینجا کارسن اسب J6 میکنه میاد این قطره رو میبنده. پادکست ثبت کنیم راجع به اون مسابقه که تو رفتن گشتن تو به چک کردن و قهرمانی از دست دادی. آره یادم باشه. آره اونم حتما. بعد این اسب J6 اینجا حرکت منطقیه داره قطر رو میبنده چون سفید الان تهدید E5 داشت قبل از این دیگه میخواد E5 کنه خطوط رو باز کنه حمله کنه. H7 اینجا ضعیف وزیر و اسب تهدیدات ماتی دارن ایجاد میکنه. اینجا خیلی جالبه E5 anyway E5 انجام میده. اسب J6 از E5 جلوگیری نکرد. چرا؟ الان اگر بخواد پس بگیره چه اتفاقی میفته؟ فیل در E5 اسب نمیتونه پس بگیره چون مات میشه توی H7. وزیر گیر کرده هیچ حرکتی نیست. اسب 3-7 رخ E7 رخ D7 افزایش فشار. حالا چی کار بکنه؟ هر چیزی که ایدئاله انجام شده. حضور رخ تو عرض هفتم همه درس نیمزویش دارم. اینجا مشخصه که حالا مثلا بعد از حرکت F6 حرکت اسب H7 داره. هیچ نیازی به برگشتن به عقب نداره این پوزیشن فقط رو به جلوه. حالا البته فورس نیست ولی خب حرکتی هم نداره. اسب رو باید بگیره. اینجا حرکت فیل در 3-7 رخ در 3-7 این لاین احتمالیه که ممکن بود پیش بیاد. اینجا داریم رخ A8 رو میگیریم مثلا با فیل 3-6 ادامه بده به رخ ما حمله کنه. رخ F7 داریم فیل D6 جالبه تهدید گرفتن اسب نو ریاکشن فیل D3 رو به جلو. سفید رو به جلو بازی میکنه. خیلی جالبه واقعا بازی انرژتیکه واقعا بازی حالا مثلا بعد از گرفتن اسب اتفاقی که میفته فیل در J6 شاه H و رخ در E6. حالا این پیاده هم بزنه هیچ مشکلی نیست. اینجا معذرت میخوام اینجا دیگه تمومه دیگه. حالا یا رخا رو تو عرض هفت توپ میکنیم یا وزیر رو میذاریم F5 میایم اینور مات میکنیم. اینجا دیگه ارزشی بررسی نداره. خب مجبوره بعد از E5 چیکار کنه مگنس؟ E5 رو نمیشه زد کامل به این نتیجه چون فیل وارد بازی میشه. E5 رو بزنی به همین دلیلی که گفتیم نمیشه زد چون وزیر خیلی جاش بده. حرکت بعدی چیه؟ حرکت پیشنهادی انجیناست. میگه بهترین انجینا الان باور دارن که این پوزیشن بازنده است ولی بهترین دفاع اینه. به اسب حمله کنیم ولی خب باز هم حرکت رو به جلو. اسب در F7 سفید اصلا تو این پوزیشن تو این بازی نمیخواد برگرده. شاه در F7 پیاده در D6 حالا اگه نزنیم تهدید D7 چنگال و اینا هم داریم.
میزنه بنگ. این رخ در ایشیش سخت. اصلا نظری داری راجع به این؟ زبان قاصره در واقع این پوزیشن. قربانی یه رخ کامل. خب چطور ادامه میدی؟ از سر بپن. رخار جواد نمیکنم. رخو باید بگی این رخو نمیشه نگرفت. رخو میگیره 3-5 بی نظیره. آره 3-5 بی نظیره. بعد از این همه آب و آتیش یه حرکت آرسه. میخواد همون فیلی هم که تو آره. زردخانه‌اش چی میگن این فیل با شکوه میخواد بیاد تو بازی. حالا مثلا بعد این البته این یه لاین انجینیه کاملا، ولی خب چون قشنگه با هم بررسی کنیم واقعا آدم به وجد میاد. آره برو فیل تماتشو برو. کی فیل با شکوه وارد بازی شد. با اسب بزنه، با وزیر میگیره با اسب بزنه. خب وزیر شاه F5 میکنه. وزیر میگیره شاه F5 تنها خونه. اگه با رخ چیز اون چیزو برد اینو کنسلش کنیم. با وزیر میگیریم. آره نیو وریشن. خب شاه F5 میکنه. شاه F5 میکنه. کیش وزیر F7 کیش. با فیل بلاک میکنه. چیز دیگه که نیست. فیل F6 کنه. از D6 اینا میکنی. آره دیگه ها. اینجا این معلومه بازنه. از D6 هم خوبه. از D6 بعد شاه بازنده است دیگه خودتون بچینی. نه از D6 کیش اوکیه. آره حتی وزیر D7 هم به نظرم جالب میاد. این شاه شکار میشه اینجا. آره خب بریم لاین انجینی رو بررسی بکنیم. میزنه اینجا میزنه. بعد از کیش شاهو میذاره تو خونه D7. وزیر F5 کیش. شاه E8 با اسب D6 رو میزنه کیش. فیل در D6. انگار که مثلا یه جورایی داره نجات بده ولی نه. کیش. وزیر F7 کیش. شاه D8 و فیل در به که بیاد F6 بده. آره F6 رو خالی میکنه واسه کیشای بعدی. اینجا دیگه بازی نداره، مجبور اسب رو برگرده. میم آچمز میکنیم. حالا داریم چیکار میکنیم؟ میزنیم توش با وزیر. آره دیگه این پیاده هم که چیز داریم مات. وزیر 3-7 وزیر E6 تهدید گرفتن فیل دیگه کاری نمیشه کرد. مثلا بخوای حالا فیل رو بذاری جلوش عجب وضعیتیه. مات میشه دیگه. فیل ده. آره فیل ده وزیر مات. خب این الان لاینی بود که قوی ترین انجینا پیشنهاد دادن، بازم به باخت منجر میشه. ولی خب میبینیم که این توی این لاین به نظرم پیدا کردن حرکت سخت‌تر از لاین اصلی بازی، چون واقعا مثلا از طرف و رخ در ایشیش خیلی سخت. خب اما مگنوس کارلسن، چون من ویدیو بازی هم دیدم خیلی جالب، سریع حرکت D5 اینجا کرد بدون فکر، بدون مکس D5 کرد. یه نگاه کردید نمیشه گرفت. به نظرم یه حرکت سایکولوژی هم بود. سریع D5 کرد چون نمیشه گرفت پیاده. D5 کرد. حالا دیگه فیل E7 تو شاید اگه یه ذره بیشتر صبر میکرد میدید. خیلی سریع بازی کرد. D5 میکنه. اینجا حریفش وزیر B3 میکنه. بهترین حرکت F4. F4 بوده. F4 با طر F5. پس از ساعت هوشمند استفاده نکردم. ولی خب اینم خیلی حرکت قویه که داره وزیر میاره تو عرض. آره ساعتش که چیز بوده. آره ساعتش میگن آنالوگ بوده. چرا مگنس هر بار میخواد ببازه میگه حریفم تقلب کرد؟ بازی روانیشه. اینو دیگه نمیدونیم چرا، ولی خب واقعا این بازی واقعا قشنگه. خیلی اکورسی این بازی 96 خورده درصد. آره خیلی دقیق بازی. توی شد. این بازی تاکتیکی این دقت واقعا سخته. بعضی بازی‌ها حالا اصلا ساده‌ترن راحت‌تر. این بازی تاکتیکی واقعا کارش درسته. وزیر برسه. آره. بعد از حالا میاد فیلی 7 میکنه. حمله بس. میزنه. دوباره میزنه. سفید نمیخواد تو این بازی بر نمیگرده. شاه در F7 پیاده در D5 فیل در D5. حالا اینجا یه لاینی که شاید جالب باشه، اگر اینجا الان کارلسن تصمیم گرفت شاهو برگرده عقب D6 با D6 و وزیر در E6 اینجا کار خیلی سخت میشه. دوباره این فیله اینجا میاد تو D3 میخواد اسبو بگیره. حالا مثلا فرض کنیم اینجا A6 بکنه،
اسبو که بگیره بازی تمومه. با یه لیفت ساده رخ مات غیر قابل جلوگیریه. بنابراین اینجا دیگه برگشتی وجود نداره. اینجا باید بزنه. حالا اینجا به ظاهر انگار یه خورده داره جمع میشه کار، ولی دوباره یه حرکت اعجاب انگیز. قربانی اسب، حالا قربانی تفاوت. اینجا یک رخ کامل سفید عقب. وزیر در F5، وزیر در D5، شاه F8. این حرکت هم امیر محمد خیلی دوست داشت. آره اینم میشه. اسب کار خودش رو تو B5 کرد. حالا میاد داره برمیگرده. خیلی تهدید مستقیمی داره، میخواد تو E6 کیش بده. حالا بیا درست چجوری دفاع کنی؟ کارسن اسب F4 کرد. حالا اگه از 3-7 میکرد چی؟ جواب نمیده. وزیر کیش، اسب 3-6. وزیر ببین چقدر مظلومه تو این بازی، هی گیر میکنه. خودشو برد اونجا. آره خودش انتخاب که دقیقاً حرکت جدیدش هم بود. اینجا بعد از اسب در E7 تنبیه کرده اون وزیر اونجا. آره وزیر اصلا دیگه بی خود میکنه بره اونجا. جواب نمیده. حالا کارسن اینجا اسب F4 بازی کرده، خیلی ساده برگشته آچمزش کرده. حالا میخواد با حرکت GS اینو بگیرتش. خب کارسن اینجا هم نیاز داره، مستقیم میزنه توش. آره مثلا اگر دفاع بکنه مثلا با J5. کارسن اینجا میگه که اصلا نخواستیم بگیر، شاید بتونم دفاع بکنم. خواسته یه ذره متریال پس بده که یه بازی قابل، یه پوزیشن قابل بازی پیدا بکنه. اینجا میگیره. الان تو این لحظه خیلی جالبه. الان اختلاف متریال سفید و سیاه چیه؟ یه تفاوته. ولی این کجا آن کجا؟ سوارای سنگین انگار رفتن تو پارکینگ. نیستن اصلا. اینجا سعی میکنه کارسن یکیشو بیاره، حالا وزیره رو یه ذره اکتیو کنه. وزیر به 7 میکنه. اسب میاد تو F5. تهدید گرفتن این فیله و داست. حالا اینجا B5 میکنه. فیل C4 هم میخواد کیش بده. آره B5 میکنه. خیلی جالبه که فیل C4 کیش نده. آره میخواد یه جوری C4 رو کنترل کنه. حالا شاید بعدن حالا رخش هم بتونه از طریق فعال کنه، رخرم بده، یه خورده متریال دیگه بده، چون فیل C4 واقعا خیلی راحت میزنه. وزیره اوورلود. اینجا وزیره بعد از فیله دفاع کنه. درس همه چی هست این بازی. خیلی تاکتیکیه، بازی غنیه. حالا بعد از این تعویض اینجا فیلو برمیگرده عقب که این وزیره مقدار خلاص شه. حالا فیل C4 کیش. حالا میگه اگه میخوای بزنی بزن. شاه H8 میکنه و اینجا این حرکت من خیلی دوست دارم. الان اینجا برنده است، ولی این دیگه واقعا تمیزترینش فکر کنم هم. اینجا خب کارسن تسلیم شده. تهدیدات غیر قابل دفاعی رو پوزیشن است. الان مستقیم داریم سفید داره مستقیم داریم باخت قهرمان جهان رو میبینیم. داره فیل F8 میزنه. ماچ چیکار بکنه الان با نظر تو؟ اولین چیز اینه که فیلشو بزنه مثلا تو B4 ورش داره فیل. اولین یا فیل. آره اینه. ولی خب با این تهدید تاکتیکی روبرو میشه. اصلا میاد D6 کیش. حالا رخ در C4 اینا هم داره ولی خب کمکش نمیکنه. رخ در C4 اوکی دیگه. و رخ در C4 وزیر در C4 بعد وزیرشو میگیریم. مات مختلف نمیشه دوباره. نه مات هم نکنیم وزیر میره دیگه. آره مشکل نه، بازنده است خیلی راحت. حالا لاین دیگه اینو بذاره اینجا. فیله رو از این طریق دفاع کنه. اینجا خیلی جالبه. وزیر F7 خب مات کنیم تو G8. چیکار میخوای کنی؟ من میخوام تو G8. حالا فیلو بردار. بازم میرم تو G8. البته بازی به اینجا نکشته، قبلش کارسن تسلیم شده، ولی اگه میرسید که دیگه واقعا عجب بازی بود. خیلی بازی قشنگی بود. کارسن اینجوری میشه برد ها؟ آره نترس. خیلی آموزنده بود از نظر من. حریفش تحت تاثیر اسم کارسن قرار نگرفت. منو یاد از ترم 1 شطرنج انداخت. همه درس‌ها مرور شد. مرکزو بگیر، رخاتو بیار، مات مختنق کن. دیگه چی یادش این بازی؟ حالا به اینجا مات مختنق ندیدیم ولی خب میتونستیم ببینیم. دیگه میدیدیم دیگه. فیلای وحشتناک همین تو همین لحظه. فیلاتو اوکی کن. برتری دو فیل. قربانیای خوب. همه چی داشت دیگه. الانم
پایان رکورد 30 دقیقه 30 دقیقه 12 و 41 دقیقه. واقعا ممنون که تا اینجا دیدین. اگه دیدین خب اگر که دوست داشتیم، ما خیلی با انرژی سعی کردیم اینو درست کنیم. الانم بعد از تایم کاری مونه، ولی خب این بازی انقدر کیف داد به ما. آره گفتیم سریع بریم بگیریم. اصلا خوابمونه الانم خیلی هیجان زدیم. امیدوارم که لذت برده باشین. حالا اگه دوست داشتین سبک ما رو بهمون بگین، نظر بدین. انرژی میتونید، انرژی شما باعث میشه که ما هم انرژی بگیریم، بیشتر ادامه بدیم. مرسی امیر محمد. مرسی، خداحافظ.